اگر بندی دستشو بلند بکنه 3 بار بگه یا الله، الله میگه من شرمم بیاد که دستشو 0 بر بگردونم، خالی بر بگردونم. و 2 تا اعتراف هم خیلی دوست داره، این که از بندش بشنوه که هر چی من دارم تو زندگی من هست از پدر و مادر خوب، فرزندان خوب، همسر خوب، شاگرد خوب، معلم خوب، دوست خوب، همسایه خوب، هر چی نعمت تو زندگی من هست پروردگارا منشأش توئه. این اعتراف که همه نعمت ها از جانب اللهه آدمو جهت میده به طرف شکرگزاری. وقتی تو قبول نداره که این چیزا خدا داده چطوری دست شکر بلند میکنی؟ پس شکر، اعتراف به نعمت آدمو به شکر میرسونه و شکر آدمو به خوشنودی و رضای خدا میرسونه و رضای خدا یعنی سعادت و پیروزی و رستگاری. دومین